دوستان عزیز سلام. بنیاد اجتماعی افغانستان بار دیگر باز هم بینوایان افغان را دستگیری می نماید. این بار برای زنان بیوه که نانآور یتیمانشان هستند و اشخاص مستحق و بی‌بضاعت که زیر خط فقر قرار دارند و دست و گدایی نمیزنند، بعد از ارزیابی هیئت از سطح زندگی و خانوادهشان، بنیاد اجتماعی افغانستان یک مقدار پول ثابت ماهوار معادل حداقل معاش برایشان کمک می نماید تا موقعی که زندگیشان بهبود یابد. پول این مساعدت از کمک‌های افغان‌های گرامی مقیم ایالات متحده امریکا، کانادا و اروپا توسط خانم سجیه تهیه گردیده و در حساب بانکی بنیاد اجتماعی افغانستان انتقال شده است. پیام ما به افغان‌های عزیز مقیم ایالات متحده امریکا، کانادا و اروپا این است که به این ملت رنج دیده و مهنت کشیده تان مساعدت کنید و همچنان اگر به خویشاوندان و دوستان خود هم کمک پولی می کنید، ما از طریق بنیاد اجتماعی افغانستان توسط همین بانک مساعدت های شما را به اقاربتان می رسانیم. این دکتر جان، این پیسه را بگی، این کمک افغان‌های خواهرها و برادرای ما شما هستند که در امریکا، کانادا و اروپا زندگی میکنند، افغان‌هایی که اونا خیراندیش هستند، بشردوست هستند و اونا به ملت خود، به مردم خود، به غریب و بیچاره خود علاقمند هستند و میخواهند که زندگی افغانستان بهبود پیدا کنه. خیرات و زکات و برکات خود بر شما روان میکنند که زندگی شما بهتر شود و اینا به غم شما هستند. خیر ببینن، خدا خیرات جان قبول کنه که همی به کمک بر ما کردن. زندگی من دیگه نانوایی میکردم، به یک مشکلات پیش میبردم. نانوایی در خانه داشتید؟ بله. چند تا طفل دارید؟ مال خدا 6. خودم مزدوری میکنم، قدیم خودم 10 سال عیال هستیم، این میشه من پرده از یار میکنم، فرد میشیم تا امروز کام نیم فرد میشیم، قالی میشیم، کالا میشیم، اینه که روز برق نباش شو میشیم، به می اشتکا کفایت میکنم. امسال بسیار ناجور شدم، دستایم دانچه برام و چیزی نتانستم، از زور شیمه ماندیم، از کارم بسیار زیاد ماندیم، مثل که ظلم میکنم بعضی جایی که کالا میشیم. هم شبرم اولادای شیجی بو یا خودم بودم چی قفاقان کد فرامدم حسابش هیچ نیافتم. دایم خستون استعارف ما همی درم مرمی خود شهید شد، باز ما مردش هم ندیدیم، بر سبب مردش کدوم نفر گور کرده از در کجا زیر خاک کرده سید ما ندیدیم. پدر جان دیگه می بچه مثل که بچه می یک کاریگر نیست، کاریگر باشه، از غم سر سودای داده کنجی و منجی شد عملی شد، از سودای داده کنجی و منجی شد عملی شد، این انقلاب باتی کنجی و منجی شد عملی شد. حال قامل شم ما پور کنده میتانی من متر گمس نمیافهمیش خاک باران خاک ساران نسته که نمیافهم کجا میری کجا نمیری، کدوم واقعی را گلاتش کنه گل بیایی باز پس بره وقت بیایدم دیگه کسی ورده خانه نببان اولاداش میگن ما زنده تیم استیم، ما تروار پدر چه کنیم، داغ تروار پدر دادل ما ببانه خود چم خود میزنده سر بر خود میزن و میکنه، خیلی خود بد دوا میکنه، باز مبرای دیگه نفقه پیدا کرد نمیتون با اولادای خود نفقه نمیت همیالی ریم پنجال زدیم پیدا کرد. بیادم می روزگار خمار خراب کرده، روزگار مر دیوانه کرده، بعضی روز که ما از غریبگی میاییم درخت خفته نظام میدیا لای بر روز بعد این امسال مندیم هم ایکنش نمیتانم بیخی ایکنش مندیم تا روز نشد است که دیگر در خانه رسیده باشم. از مشکلات دیوانیم کرده، سودای عتیم داری دیوانیم کرده، سودای بچه دیوانیم کرده، سودای شهیدی ازی دیوانیم کرده که مردش هم ندیدم. اشتک مریض میشیم پیسه یک پیشکاری پیدا کنه بتونم برم یک پیشکاری یک چیزی کنم. اگر هم هر گپی که من میدونم به خدا
باور کنه که راست خیانت پر بگم که دروغ یک نقطه سمت نیست. ای بگه که باشه چیق میزن پشت پایش تا بگه من نمیتونم کدام پیداگیری کرده کجا برم کار کردن. برای من مردم گپ جور میکن که فلانی جای رفت. این یک نانآور داریم دیگه. این یک خوشیم بیچاره بیوه بیچاره است، اونمو کار میکنه، اونمو به ما یک لقمه روزی پیدا میکنه. اگه این نکنه ناجور باشه بالکل میمریم ای گشنگی. سرفراز باشی خدای تعالی تا قای بیش جایتان کنه جنتی باشی. الهی دیگه و دیگه خدای تعالی به کمال و به نیک و خوبی برسانتان که به ما برسه. خدای تعالی همه قبل دیگه ما قبل 6 قیدگی 10 قیدگی بخشتان بریزانه که ما بیچاره و ما یتیمدارا و ما بیوه و بیچاره دستتان میگیریم، غم ما رو میخوریم و همه قیدتان 200 سال ادا کرد نمیتونیم. هزاران همه قیدگی خدا بدیتانه تا کمال پیری خدا جان به حق روی عوی پش بروی سله چون بیوزم بیچاره به این دل سوختیم خدا جان به کمال پیری و زریات تان برسان. روی بدی ویرایی نبینی از چنگال و بلا خلاص باشه. زریات تان دستان خدا در چنگال و بلا نبیدیم.